رسد فارم به گوشم الله‌های مادرم. زندگی رنگین برایم با دعای مادرم. السلام علیکم بیننده های شبکه شهنام، سلام میرسانه بهر شما. من امروز خیلی بینید در یک باد و هوای سلخین فارم در کوهستانی دهه اقصای زمین هستیم برای تبریک کردن مادر مهربان، مادر عزیز و غمخوار که فرزندهای اصیل را با یک مهربانی، با یک نازکی، با یک ناز و نیاز به وای رساندند. از نام فرزند عزیزشان که در مسافرت است، از نام دادرم نوشهروان که در خارجه در مسافرت خدمت کرده ایستاده است، از نام آن کس، از نام عائله‌شان امروز مادر مهربان ماه گلایتی را در جشن زادروزشان تبریک میگویم. آن لحظه های خرسندی را همراه شما به هم میبینیم. مانند هر روز و هر وقت با ما باشد. رفتیم. السلام علیکم زنبانوان عزیز، مادران مهربان، مهمانان این خانواده، مهمانان شاه رجبمک، ماهی گلخاله، مهمانان خانواده پری خاله ما، خوش آمدید به این خانواده، به این باغ زیبای پرهوا خوش آمدید. من امروز به این آب و هوای گرم نگاه نکرده بینید که یک باد و هوای سرخین، خیلی که کوهستان با انمخیل آب و هوایش فارم و زیباست. در این روز خرسندی خوشبختی، در این روز فیروز، مادر مهربان، مادر غمخوار و مونس امروز ماه گلایتی جشن زادروز دارند، مولود خجسته دارند. از نام فرزند عزیزشان، از نام دادر عزیزم نوشهروان که در مسافرت هست، میخواهم مادر جان مهربان را در روز زادروزشان تبریک گویم. مولودتان مبارک، زادروز مبارک. مادر مهربان امروز تا آمدن همراهی نوشهروان چقدر هم صحبت شده، چقدر سرها را آشکار کردن برای من. گفتم که به جان نزدیکتری من، دعاگویی من، در مسافرت گشتم هم خیلی یاد کرده که من مادرم یگان از مادر و وطن دور نشده بودم. من یکم بار که در مسافرت هستم آن لفظ شیرینی مادرم، آن گفتنی های مادرم یاد کردم. مادر مهربانم عمرشان دراز شود، مانند بیبی جانم حیات پرمضمون نصیب گرداند، هیچ وقت از سر ما دور نگردند. همراهی پدر عزیزم عمری دراز نصیب کند، هیچ وقت درد و غم و کم را نبینند، سایبان ما باشند. زادروزشان مبارک. امروز که روز خرسندی است، تمام دوگانه هایشان، تمام مهمان ها از من دیده خوشبخت‌تر هستند، چرا که امروز رفته مادرم آغوش کرده، بوسه کرده، مادرم تبریک کرده میتوانم. من صد افسوس که در مسافرت هستم نمیتوانم از عهده‌اش نبرآمدم و خواستم که رمز تشکرم، گفتنی های خودم برای مادرم با شما اظهار کنم. مادر من از همه انسان خاکسارترین، از همه انسان مهربانترین هستند. برایشان رسانید که بعد از خدا باوری میکرده که یگانه انسانی من. ارزد به هر دو دنیا یک حرف نام مادر، بعدی خدا و قرآن باشد مقام مادر. گر شاهم و وزیرم، سلطان یا امیرم، دنیا به دست گیرم هستم غلام مادر. مادر مرا بزاده است، آغوش مهر کشاده است، شیری سفید داده است، خوش است نام مادر. صرفی حیاتی من شد، صرفی نشاطی من شد، صرفی نجاتی من شد هر صبح و شام مادر. صدها عروس دلبند، صدها نکوی فرزند، هم قدر هیچ نبود بر یک پیام مادر. مجنون اگر بخواهی بخشایشی الهی، شوخا که روی راه زیری قدم مادر. امروز مادر مهربانی من زادروز دارند. من خورد بودم، در خاطرم است روی حوله پیرماه بود، نان میپختند در یک تندور و البته خزان میرفتند. هر بار سرود مادر را شنوم مگر انا همون حوله روی های مادرم به خاطرم میآید. از دور نگاه کنم، هر بار همراهی تلفن زنگ زنم، همراهی پدر مادرم هم صحبت شوم، میبینم که آهسته آهسته پیری قدم های خودشان را بس روی پدر مادر من مانده ایستاده است. میخواهم که پیری به درد و غم باشند، پیری به دولت گردند، دمی پیری به دولت پیریه بینند، هیچ وقت خستگی را نبینند و همیشه
سربرو سایبانی ما باشد و برای پدرم رسانید که در روز خورسندی مادرم یانشنبه استان و البته شاه رجبمک بیت شما یانشنبه امروز زادروزشان است بیت یانشنبه کنید. امروز برای هر دوی شما میخواهیم نیت های نیک را سخنهای نکو را رسانه. مرحمت. هر دوی آنها چخلی که با علم و معرفت انسان های زیاناک عالی معلوماتناک برای خلق و برای نسل نورس برای جوانان علم و معرفت تعلیم و تربیت میدهند. پدرم معلم، مادرم معلمه. من میفخرم که فرزند این خیل پدر مادر هستم. پدر هم خیل انسان بوده است که در تشنگی دریا بریم. برای همین هم پدرم برساند که پدر در تشنگی دریا، پدر در تنگی ها دنیا، پدر دارو، پدر درمان، پدر روشنگری دلها. پدر هم مشکل آسان است، پدر هم مرهمی جان است. اگر خرسند کند ما را همان دم چهره خندان است. پدر باشد نباشد غم، پدر باشد نباشد غم، نباشد مشکلات هر دم. پدر نیروی فرزند و پدر یک عالمی بیغم. پدر جان عزیز، امروز روزی خرسندی مبارک. همیشه همراهی مادرم عمری دراز نصیبتان گرداند. من میفخرم، فخر دارم که فرزند این خیل پدر مادر هستم. برای مادرم رسانید که من صنف 10 بودم در ختم کنی مکتب. همان وقت پدر مادر تمامی والدین ها در آنجا حضور داشتند و البته یک استاد برآمده گفتند که از خوانندگان پرسش کردیم از همه نامی دوست داشته ترین زن بانو دختران را نویسید. گفتند من در همانجا نوشیروان میگویند نامی البته به یگان شبهه نامی ماهیگل را نویساندم و از آنجا استادم آموزگارم پرسیدند چرا که در روی دنیا از همه دوست داشته ترینم از همه مهربان ترینم یکا و یگانم مادرم هستم. برای همین هم نامی مادرم نویستم. یک تا قصد میزنیم برای پدر مادر عزیز. مبارک باشد. و البته از خود راسیه، از خود مسافرت، بحری مادرجانی عزیز، از نامی نوشیروان، از نامی پدرجانی عزیزشان، البته خاندانم از زر و زیورشان مادری مهربانی ما هستند. برایشان چقدر توفه ها کنیم کم از گفته. انا همین تیلاوارای زیبا گردنمانه تیلا را برای مادری عزیز آماده کردیم. قبول کنید. مبارک باشد. گذرانید. مبارک باشد. و البته در اینجا برای مادر مهربان، مادر غمخوار و مونیز، عزیز دلها، برای مادر جان مهربان امروز بهشتم مادرم یک گلدسته زیبا که پر از احساسات و پر از مهر و محبت است از نام فرزندانشان. مرحمت برای مادر جان ما بسپاره. مرحمت. شاه دلم با حضورت خانه روشن می شود ماه دلم. مبارک باشد. میخواد دلم پیش تو پیدا می شود. این همه خوبی چجوری در دلت جا می شود. مادر همه جان و تنم شوق نفس کشیدنم. البته امروز از نام فرزندان عزیز شما را تبریک میگوییم. امروز روز خرسندی است. باز یک تا سورپریزی ما، تحفه بهترینی ما برای مادر جان مهربان پیش مهمان ها با میکشیم که عکس ها راستمی چپا می نمایان می شود. در هر یک روز خرسندی ما مهمان شویم مگر در آنجا چپا نمایان می شود. امروز ببینیم که چه خیلی میشته باشد. امروز راست نشده. مبارک باشد. قبول کنید. نمیشه ای یار
البته امروز برای شما چقدر سخنهای نغز و نیک رسانیم کم است و البته برای بیبی جانی عزیز، برای پری خاله ما، خاله جانی عزیز مانده نباشید. مانند نمی دسته گلتان که در دستتان است همیشه انم خیلی خندان رو شکوفان شده زیبا شده گردید، هیچ وقت خستگی را نبینید. امروز برای شما، برای علمین آیله، برای هستیتان، برای دعاگوی بودنتان در روی دنیا بودگی از همه کتابی قیمت بهاترین که با نام کتابی قرآن است برای شما آماده کردیم. اگر با یک تا قرصه که بلند زنیم اگر برای بیبی جان ما میسپاریم. مرحمت. امروز که بزم زیباست، روز خورسندی است. البته شاه رجبامک برای امروز مادری مهربان، برای عائله‌تان، اعضای خود، اعضای پسر، اعضای راهی دور بودگی دادری ما تخشیر که تبریک میکنید. مرحمت. سر اول السلام علیکم مهمونای عزیز، رحمت که اومده تبریک نمی زوجه ما اینا قریب 25 سال شد که ما یک جای زندگی داریم، در یک اویله بنیاد کردیم و از بینی روزهای نیک دیدیم. البته آن روزهایی که گذشتن از او هیچ وقت یاد کردن لازم نیست که عمر خیام. عموما حیاتی امروزه ما عموما همه حیات زن کتی وابستگی نهایت کلان دارد، چون که زن این سرچشمه مهر و محبت است. حال من کمتر درباره زن شعر یک دو قطعه گو. زندگی زیباست اما زیبی این دنیا زن است، مشعل آینه‌دار شمع محفل‌ها زن است. بین جنگلزار انبوهی که مردم حاکمند چون پلنگ شیردل در صحرا زن است. یعنی که زن را دیده میشه که با نورش گرچه خورشید خاور فرا گیرد جهان را سراسر. با نورش گرچه این خورشید خاور فرا گیرد جهان را سراسر، نمیگردد ولیکن آن برابر با این پرقوتی با مهر مادر. با یک چیز دیگر، آبروی اهل دین از خاک پای مادر است. یعنی که همه آبروی اهل همین دینان از خاک پای مادر است. هرچی دارن این جماعت از دست دعای مادر است. صاحب آنچه در وصف بهشت فرمود قرآن کریم، آنچه در وصف بهشت فرمود قرآن کریم، صاحب قرآن بگفتا زیر پای مادر است. همیشه همین مادران ما، زنهای ما، خواهران ما، اپاهای ما همیشه صحت و سلامت باشند و در همه خوشنودی های همین زندگی ما همش به همین وابستگی دارد، چون که همه اون چیزی بهترینه که در همین حیات مرد می آفرد همش به نام زن آفریده شده است. الهی شما هم سلامت باشید، صحت سلامت باشید. مادر میخواد اوقات شیرین پخته است و توی فرزندای یه جا گذارنید، نیوارهای یه جا بردارید و سیاحت های یه جا برید و نمیخید. رحمت. هزار رحمت. امروز 25 سالگی اختی نگاه مرا 25 سال شده است. در مابین 25 سال زندگی پستی و بلندی ها دارد. حاضر قید کردن در پستی و بلندی های زندگی زن و مرد باید دست یکدیگر را گیرد اگر این خیلی عائله ها آباد و زیبا میگردد. حاضر برای شما البته شیرینی و زیبا را تیار کردیم. مرحمت. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. مبارک باشد. برای پریخان مبارک باد میگویم. مبارک باشد. برای احمدجان عزیز مبارک باد میگویم. Happy birthday to you. Happy birthday.
مبارک باشد. حاضر ماهی گلایتی در اینجا مادر مهربان آنا جان عزیزی ما پری خالک خوش را که تبریک میکنم. پری خالک مرحمت من یانتان به من. السلام علیکم مهمونای عزیز، خوش آمده. نوری دیده تاج سر. با روزی زودروزش ماهی گل دختر چما تبریک میکنم. سبده داره الهی من وارم پیر شوان و گذری کودکاکاش بینن. نوشروانم الهیم همین سهر سلامت بیاییو کلون بیارم همین یک بارک بینم همون کلونی نوشروانه نیتون در رسوم شدیم. خدا خواه خدا میتونه. البته پری خالک حاضر سلمان که اخاطر برایت نوشروان از ما را میبینند گفتن که آنا جانم با بیبی جانم برسانید که خودشان برای یک دخترکی چکان و ای یاششون ما خیلی چکان بودن با ما هم خیلی حکایت میکردن الان خیلی چکانی پر برداری مهنت دوست یک دخترکی آنا جانم برای زیبایا یابن توی سر کدن گیرن هم تو زنگ زدن که من دویده میبیایم یک تا یافتم اونم که همه خیلی یکی وای گواکی یکی گواکی نه بیبی جان من این شما یافتگیان نمیخواهم گفت او دختر منم میکشد. نه اگر که بیبی جانم یافتن البته من باور دارم که خودشان برای زیبا یک دخترک میابن گفتن البته شما یابه توی سر کنه ما خدمت با خیلی این حدیله همه سهر سلامت تمام کند بیاید پولکاش توپ کند بیاید یک کلون میبین توی میکنه. خدا تقدیر کند الهی. رحمت سلامت باشن. حاضر معلمه هستم باز یک ینگپاشوی ما خوش رو که حاضر با زبان روسی تبریک میکنن مرحمت میشنویم. بخدم روسی دیگه زبانم نمیدونم. Нельзя, бабуль. Здравствуйте, уважаемые гости. Спасибо, что вы пришли, отозвались на приглашение. Сегодня мы хотим поздравить не только Мухигуль, не только дочь для своей мамы, но она и Амаш, она и сестра, она и мать. И пускай она всегда будет здоровой. Самое большое богатство в жизни – это здоровье. Когда у тебя сильное, хорошее здоровье, ты живи 100 лет и больше. В нашей семье твое место драгоценное. Где есть Амма, всегда будет счастье. Всегда будет взаимопонимание. Всегда будет свет в семье. Как бы, кто бы как ни говорил, Амма так. Без Амма скучно и плохо. Амаджон для своих племянников. Всегда Амаджон любит своих племянников. Что бы ни говорили племянники, для нее это все. Живи, радуй нас. Без тебя нам скучно и плохо. Мы тебя все любим. спасибо вам. البته آمدید به این روز خورسندی ماهی گل و امروز علاقه به حیات مستقیم قدم نشانده 25 سال شده است و روز مبارک زادروزشان هست. از نام همه شمایان، از نام همه خشتبارانی که با سبب های گوناگون اینجا شرکت نداره ماهی گل را شخصا از نام نوشروان جان تبریک مبارکباد می نمایم و میگویم که روزی از همه سخت‌ترین منم خیلی گذرد. بیاید همین روز هم تاریخ رو ورق نزنیم، فقط گپ‌های ناز رو زنیم، روزهای ناز رو یادآور شویم. ماهی گل 100 ساله شوید. برایتان بخت میخواهم باز هم در سر همین عائلتان باشید، زنده باشید، سلامت باشید. باز گفتنی های زیاده دارم، مثلا نوشروان جان رحمت کلام برای همه خیلی چیزها را تشکیل کردن. ما حتی همه خیلی خرسند شدیم که نه بلکه همه خشته باران الهی سال آینده باشد نه یا بعد از 2 سال دیگر باشد میلش همه خیلی در همین مسکن باز توی تو رو هم خیلی پیشواز گیریم و خرسندی ها شریک شویم. ماهی گل خار در چشمی کسی گر یک نفس خارت کند.
زار میرد در بلا هر کس دل آزارت کند. روز خرسندی نبیند در جهان زود سیر، دل فگار غم شود هر کس دل افکارت کند. همیشه شاد و خندان باش و خوشنود، همیشه خرم و مسرور و مسعود. زینام دوستان گویم هر دم مبارک باشدت روز. شب و بیا سوی من رویای من دلبر من مهتاب خوشگل شبهای من جیگر من حسن من شب و بیا سوی من رویای من دلبر من مهتاب خوشگل شبهای من خدا از تو شکایت کردم دست که دولت درم شب برام میخوندم تو من بالا بگفتی که بها میموندم شیشر من سر من شب و بیا سوی من دنیای من دلبر من مهتاب خوشگل شبهای من جیگر من سر من شب و بیا سوی من دنیای من خوشگل شبهای من بله باشه کدامشان تبریک میکنم؟ کلاسکوم کی بودن؟ کلاسکوم خودتون بودیدن؟ کلاسکوم نام بود اصولی. باید تازگی سرداری سکتوری تازگی. سکتوری تازگی. السلام علیکم مرحمت. السلام علیکم. من موهیگل جان برای من نه فقط همسین نه فقط دوگانه، ما در یک جا در همسایگی کلان شدیم، در یک جا همه چیز برابر خواهر در یک جا زندگی کردیم تا حاضر دوگانه. من از نام خودم، از نام عائله‌مون، از نام همسینفانی که در اینجا حضور ندارم و موهیگل جان اول صحت سلامتی الهی همین حضور نوشیروان جان مهربان جان دیده نیاره پای شده همین خیر شده در آینده پیری به دولت شد. با چی بگم؟ همین خیر. ما با همین گفتگی های سورا همسیف ما هممون تصدیق میکنیم. ما همین موهیگل جان همه خیلی میدونیم که در یک سینف خونده هممون حاضر اول همه خیلی غمخور بود، حاضر هم برای فرزنداش، برای خیش و تباراش، برای همه اولاد و اجدادش جدای هم یک دختری مهربان دختر همینشه میدونیم. ما همه وقت غمخور اویله کرده میگشتگی یک دختری ناز برای ما همه وقت همه خیلی دورهای خوشرو شود و همه به خورسندی برساند. خدای مهربان از خورسندی هیچ که کم نکند و دورهای خوشرو شود و ما همه و همه دورهای خوشرو رقص و بازی کنیم. رحمتی کلان آمده بیاتون باشید. شیروان جان رحمتی کلان خدا خواهد در توی با همه ما خدا خواهد جشن میگیریم. رحمت. البته حاضر مهرگان فرزندی خردی خاندان ارکه میشوند. یک قطعه حاضر میگن برای مادرم میگن که شعر میخونم، چقدر نیت های نغزم است، هم از نام خودم هم از نام برادرم میرسانم. میگن مرحبا. السلام علیکم مهمون عزیز. مادر جان زمین و آسمانی من توی مادر، توی مادر جهانی به کناری من توی مادر، توی مادر در این دنیا که به رحمی و به مهریست بنیادش
یگانه مهربانی من توی مادر توی مادر درست خط داره تو مادر جان. رحمت مبارک باشد. این یک خودش مردی طلب میکند. ما که در صحنه میگردیم هیچ وقت در پیش پدر مادر این گفته ها را گفته نمیتوانیم. صد در روی صحنه گردیم مردی طلب میکند که روی بر روی مادر ایستاده نیت های نکو را گفتن. بگذار انم خیل فرزندهای مرد و جسارتناک را به وای رسانده. خدا کند که نبیره هاتان هم انم خیل در اطرافتان پروانه باشند. پریخورا در آن وقت هم روی انمان گوهاره ها الله های شیرین خواندن نصیب کند. روز خورسندی مبارک. حاضر از نام تمام اولاد، از نام فرزندان عزیزتان، پسر کلانی خاندان، برادر کلانی همین خاندان را تکلیف میکنیم. تقدیر شاه امک را مرحمت میخواستیم نیت های نیکشان را شنویم. یکی از معلم های پیش قدم آقسای ما مرحمت. السلام علیکم مهمانان عزیز. امروز به جشن خواهر عزیز ما خوش آمدید. ماهیگل عزیز، من از صمیم قلب همچون برادر الهی 100 ساله شوی بعد از آن پیر شوی. این یگانه خواهری ما در این خاندان یگانه دختر است که در 5 پسر یک دختر. خدمت های این برای ما پسرها نهایت کلان است، برای ما عزیز است. 5 گروه بشتم 5 خدا شکر هر روز خدا شکر نمیشون هایم بشک رحمت برای خدمت های رحمت. مادر عزیز من، خواهر عزیز من، با این روزی جشن فیروز با روزهای تولد چون تبریک میکنم. جای ما ساق و سلامت در سری ما باشد. ما چقدر کلان نباشیم، چقدر خواندگی نباشیم، عالم نباشیم، به این مادرها، به خواهرها، به زنها همش بیکار. ما زندگانیمون برای همین زنها است، برای خواهرها است، برای مادرها است. رحمت کلان. رحمت. ای خدای مهربان میتونم جمله بنده کلمه گو در امان خدا باشن با قطار هوای فرزندکای من نیور یکم ولی یکم سهر سلامت باشن عمرکای درازو از خکای پراز بینن هم جمله بنده کلمه گو و فرزندکای من همه رحمت. یک تو بخت و دولت نمیده ممکن یک تا رقصان مادرانی ما Ay Susan
بستنی بوید من مشتری بوید من سبیزی بود عاشقی بوید من بستنی بوید من مشتری بوید من سبیزی بود بابا باشید
بستی تو ما را خستی بستی و بستی دلم شکستی شکستی دلم شکستی سبز و رخت گلگون وجودت بی بلا بود و الها هر کجا باشی نگهبانت خدا بود و پسرکم بچه‌کم الهیم هر کجا که باشی سرت بیغم دلت بیغم سرت بی درد باشه سری منو همه پدرت به آسمان رساندی سری خدا به آسمان دست برساند الهیم این بعد روزای نرده تو یک کد ده همه آدم ها همه خش توار اشتراک کنن و یک کد رسی بچه کن ساخ سلامت گرد در یکتای مسافری در پناه خدا باشی الهیم بچه کن نگهبانت خدا باشه الهیم خیلی بچه کن رحمتی کلان سری ما در آسمان رساندی سخنهای تو در گوشم همه مهری تو در یادم سخنهای تو در گوشم همه مهری تو در یادم کی به مادر همه خوار است تو باور میکنی مانه بیننده های عزیزی ما گواهی آن گشتیم در این سایه و سلکنی در این باد و هوای تازه و خورم امروز مادر مهربان را مادر غمخوار و مونیس البته عزیز دلها ماهی گلایتی را در جشن زادروزشان و البته پدر و مادر را با 25مین سال عقد نکاحشان تبریک کردیم. از نام مادر عزیزم نوشیروان و البته از نام دادرش از نام مهرگان امروز آن لحظه های خرسندی را پیشکش شما کردیم. مانند هر روز و هر وقت با ما باشید با شبکه شهرام رحمت.
دلم حیاتم تویی ای مادری جان مادرم قلبم صدایم نوایم تویی ای مادری جان مادرم شیرین زبانی درمان جانی تنها برایم تو مهربانی شیرین زبانی درمان جانی تنها برایم تو مهربانی مادرم جان مادرم شیرین زبانم مادرم مادرم جان مادرم ای مهربانم مادرم گشتی پریشان افتان و خیزان از رنج دنیا از بحر مایا بر جسم و جانم پروا نکردی از جبر دنیا دوا نکردی شیرین زبانی درمان جانی تنها برایم تو مهربانی شیرین زبانی درمان جانی تنها برایم تو مهربانی مادرم جان مادرم شیرین زبانم مادرم مادرم جان مادرم ای مهربانم مادرم با سرنوازی پروردی ما را بحر جهان آرازی ما را بی تو جهانم معنا ندارد عمر جوانم موا ندارد شیرین زبانی درمان جانی تنها برایم تو مهربانی شیرین زبانی درمان جانی تنها برایم تو مهربانی مادرم جان مادرم شیرین زبانم مادرم مادرم جان مادرم ای مهربانم مادرم شیرین زبانم مادرم ای مهربانم مادرم ما قربان سر و پای تو میشم مادر من فدای قلب زیبای تو میشم مادر من ما قربان سر و پای تو میشم مادر من فدای قلب زیبای تو میشم مادر من
اگر یک روزی من پیغام نداری تو شب آرام نداری اگر یک روزی من پیغام نداری تو شب آرام نداری سببی فکر و صدای تو میشم